سلام بچه‌ها، به ویدیو جدید خوش اومدید. یه فیلتر شکن خفن که می‌خوایم ازش استفاده کنیم اسمش پرایوت وی پی ان. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. توی تصویر من پرایوت وی پی ان رو قبلا نصب کردم و به شما نشون میدم که تو حالت عادی سرورایی که نشون میده فقط سرورایی که از یه سری پروتکل‌های خاصی وارد این سرور میتونیم بشیم. اینجا فقط نگاه کنید چند تا 3 تا سرور به من نشون میده و من میخوام این محدودیت رو دور بزنم و از حالت پرمیوم و از پورت‌های دیگه هم بتونیم راحت استفاده کنیم. تو قسمت سیتینگ شما میبینید که تو قسمت VPN پروتکل از پروتکل IKEv2 و وایگارد و اوپن VPN هم اینجا استفاده میکنم که شما میتونید هر کدوم از این گزینه‌ها رو طبق اینترنت خودتون تست کنید و به هر کدوم که کانکت شدین ازش استفاده کنید. خب من میرم سراغ ساخت اکانت پرایوت وی پی ان که بتونیم نسخه پرمیوممون رو داشته باشیم و بتونیم خیلی راحت بدون حتی استفاده از نرم افزارش روی مرورگر کروم هم اونو داشته باشیم. به نظر من بهترین وی پی ان در حال حاضر و اینکه نیاز شما رو از وی پی ان های دیگه برطرف کنه و نیازی نیست که هیچ وی پی ان دیگه‌ای داشته باشید و ازش استفاده کنید. خب میرید وارد سایت ببین بذارین اینجا از اکانت هم خارج بشم تا بتونیم مراحل ساختش رو دوباره با هم انجام بدیم. وارد اکانت هم میشم و اینجا لاگ آوت رو میزنم، از حسابم خارج میشم. شما تنها کاری که میکنید، من لینک این سایت ها رو توی کامنت ها قرار میدم چون ویدیوهای اولانه نمیتونم توی دیسکریپشن قرار بدم. شما کافیه با هر ایمیل فیکی که توی گوگل سرچ کنید بیاید وارد بشید و یه حساب کاربری درست کنید. ببینید من اینجا افزونش رو توی پروفایل بعدیم اینجا دارم. خب و یعنی حتی اینجا نیازی است که حتی کانکت بزنید، خودش به صورت اتوماتیک با تمام سرورهایی که شما مشاهده میکنید وصل میشه. یعنی هر سروری که بزنید اینجا وصل میشه. وقتی گزینه سبز زده با آی پی که نشون میده شما یعنی با این آی پی به این اتصال پیدا کردید. سرورهایی مثل سرورهای آمریکا، کانادا، مثل آلمان و نترلند و سرورهای دیگه که تو این تصویر مشاهده میکنید و اینکه وارد سایت پرایوت وی پی ان میشیم. فقط کافیه پرایوت وی پی ان رو سرچ کنید. تو اولین من لینک این رو توی کامنت ها میذارم تا بتونید به این سایت دسترسی پیدا کنید. ببینید وقتی که با فیلتر شکن میاید شما میتونید از هر فیلتر شکن دیگه ای برای اینکه حالت پرمیوم این رو داشته باشید، چون فیلتر شکن زیاد داریم ما، ولی فیلتر شکنی که بتونیم ازش هم رو مرورگر هم این که حالت دسکتاپش و اینکه حالت پرمیوم داشته باشه و یه آی پی تر تمیز برای ویدیو یوتیوب به ما بده خیلی کمه و من به نظر من پیشنهاد میکنم که این وی پی ان رو از پروتکل‌های مختلفش استفاده کنید و اینکه وارد این حسابمون فعلا نمیشیم. ما از طریق این ایمیل فیکی که از این سایتی که ایمیل فیک بهمون میده bestmail.com هر بار ریفرش کنید در این صفحه به شما یه ایمیل جدید میده. اینجا کپی میزنید، در این قسمت create account رو میزنید، اینجا ایمیل خودتون رو وارد میکنید، get free account رو میزنید. اگه با این مشکل برخوردید فقط کافیه با یه وی پی ان دیگه کافی این مرحله رو برید. حالا وی پی ان های رایگانی که تو حتی وایگارد یا حتی وارپ هم میتونید استفاده کنید. من اینجا به شما ریلی وی پی ان رو پیشنهاد میدم که خودم هم نصب دارم و نسخه 500 مگ روزانه‌اش تمام شده، حالت اسلوشه. فقط کافی به یه سروری وصل بشید تا این مرحله ها رو برید. اصلا نیازی حتی با DNS هم این مشکل برطرف بشه، فقط میخواد این مرحله رو خوش سر بگذرونه. من لینک ریلی وی پی ان رو هم براتون قرار میدم تا حتی از این سرورهای
خفنی که این داره و با پینگای پایینی که داره میتونید استفاده کنید. چون به صورت محدود و 500 مگ هستش، من این رو به شما فعلا پیشنهاد نمیدم، ولی قرار ما پرایوت وی پی ان رو نصب کنیم. خب میریم وارد دوباره این کار رو تکرار میکنیم، گت وی پی ان رو میزنیم و میبینید که ثبت نام انجام میشه، وریفای انجام میشه و یه لینکی برای ما ارسال میکنه. ما وارد این سایت ایمیل فیکمون میشیم و اینجا رفرش که خودش هم داره هر چند ثانیه رفرش میکنه و ما اینجا رفرش میزنیم، یه لینکی باید برای ما ارسال بشه. معمولا خیلی سریع این لینک رو برای ما ارسال میکنن. میبینید که لینک ارسال شده، روی لینک کلیک میکنیم و وریفای نه رو میزنیم. تو این مرحله شما باید به یه فیلتر شکنی وصل باشید که بتونه این سایت رو باز کنه براتون تا بتونید از حالت پرمیومش استفاده کنید. چون من از این وی پی ان هم که الان وصله سرعتش رو آورده پایین، ولی خود این وی پی ان سرعت بسیار بالایی داره. من الان اگه رد کنم این مرحله ممکنه به اخطار بده، برای همین دارم صبر میکنیم کمی تا وریفای انجام بشه. به ما یه رمز و یه پسورد میده که با این رمز و پسورد شما میتونید وارد هم این افزونه کروم بشید و هم وارد این برنامه بشید. شما در این قسمت برنامه رو باز میکنید، چنج ایمیل رو میزنید، دوباره اینجا روی لاگین میزنید، اینجا یوزرنیم کپی میکنید، پیست، پسوردش هم همینطور کپی میکنید و اینجا پیست میکنید، لاگین رو میزنید. چون من با پروتکل‌های دیگه وارد این به فیلتر شکن وصل شدم، اینجا به من لوکیشن های بیشتری رو نشون میده، ولی هنوز حالت پرمیومش این هنوز به اون حالت در نیومده. اما باید بریم وارد سایت بشیم و اون رو اکتیو کنیم. میایم تو این قسمت از سایت پرایوت وی پی ان که لینکش رو توی کامنت ها میذارم، لاگین رو میزنیم با همون یوزر پسوردی که اینجا از توی ایمیل های فیکمون گرفتیم. اینجا میتونیم لاگین کنیم. من این فیلتر شکن رو قطعش میکنم که اینجا سرعتش سریعتر بشه، چون نیازی به این دیگه نداریم. دیسکانکت، ریفرش میزنم چون ما خودمون من با یه اکانت دیگه اینجا وصل هستم. خب زمانی که وارد شدید بذارید من اینجا لاگات بزنم چون من به یه اکانت دیگه وصل هستم. از این 3 نقطه لاگات میزنید. تو این صفحه‌ای که صفحه اول پرایوت وی پی ان هستش، ما با این رمز و پسوردی که اینجا یوزرنیم رو وارد میکنیم و اینجا پسوردش هم وارد میکنیم. همزمان با فیلتر شکن دیگه که پرایوت وی پی ان اومده بالا، ما اینجا لاگین رو میزنید و وارد این سایت میشیم. وقتی وارد این سایت شدیم، اینجا گزینه اکتیو ناو رو روش کلیک میکنیم و در همین لحظه میگه 28 دقیقه دیگه شما فرصت دارید تا بتونید از این گیفتی که جایزه‌ای که به ما، هدیه‌ای که به ما میده، تا 7 روز به حالت پرمیومش استفاده کنیم. حتی از 7 روز هم گذشته میتونید از حالتهای رایگانمون هم استفاده کنید. روی گزینه اکتیو ناو رو میزنید، همزمان این برنامه هم باید باز باشه. خودش به صورت اتومات این رو میبنده و باز میکنه. البته اینجا چون من واردش شدم این اتفاق نیفتاد و شما میبینید که من با این یوزر پسورد به صورت 7 روز به صورت آنلیمیت میتونم نامحدود از این استفاده کنم. حتی پروتکل‌های دیگه‌ای هم اینجا داره که ما میتونیم از وایرگارد و اوپن وی پی ان که به صورت فایل و کانفیگ که به ما میده، یعنی میتونید روی کانفیگ انتخاب کنید، کشور مورد نظر رو انتخاب کنید و اینجا دانلود کانفیگ رو بزنید. میتونید از این کانفیگ هم استفاده کنید. خب یه تب جدید باز میکنیم اینجا. تو همین سایتی که هستیم ما میتونیم برای
روی قسمت دانلود کلیک کنین و برای افزونه مرورگر کروم و حتی تمام مرورگرهای دیگه، بیشتر مرورگرهای دیگه و برای همه دیوایس ها نگاه کنید. شما میتونید برای ویندوز، برای مک، برای اندروید، برای سیستم عامل آی او اس، اندروید تیوی و فایر تیوی و تمام مرورگرهایی که تو این قسمت نشون میده افزونش رو دانلود کنید. کافی بیاید تو این قسمت یا توی گوگل سرچ کنید Private VPN Extension. اینجا سرچ میکنید Private VPN رو که اینجا اکستنشنز رو، اینجا Private Extension رو اگه سرچ کنید این سایت براتون میاد، روش کلیک میکنید. من لینک این رو هم توی دیسکریپشن میذارم توی کامنت ها. و زمانی که توی این قسمت قرار گرفتید، وارد اکانت که شدید، شما میتونید بیاید پایین و برای هر کدوم از این من چون روی اکانت کلیک کردم قبلش باید بیام بکش بزنم و میاید تو این قسمت و برای هر کدوم از نسخه هایی که اینجا وجود داره میتونید اون رو دانلود کنید. Private VPN for Chrome رو من میزنم و اینجا شما میبینید روی این اگه کلیک کنن خیلی راحت میتونید از طریق همین راه ها وارد این قسمت بشید. چون من قبلا این رو اکستنشن رو اینجا نصب کردم، اینجا قبلش اینو ریموو میکنم، دیسکانکت رو میزنم از حسابم، اینجا پاکش میکنم تو منیج اکستنشن، ریمووش میکنم تا بتونم دوباره نصبش کنم. خب اینجا من اونو پاکش میکنم، همونطور که میبینید اکستنشن از مرورگر من پاک شد و اینجا اد تو کروم رو میزنم. یعنی بهترین وی پی اینی که الان در حال حاضر وجود داره همین پرایوت وی پی ان، اد تو اکستنشن میزنم، صبر میکنم تا نصب بشه، این پین رو میزنم تا وارد این قسمت بشه، لاگین رو میزنم با یوزر پسوردی که اینجا دارم که به صورت پرمیوم در اومده، اینجا کپی پیست میکنم یوزر و پسوردشو و شما میبینید که بعد از زدن لاگین تو این قسمت میتونید از هر کدوم از این گزینه‌ها استفاده کنید. یوز اپ رو من میزنم و میبینید که خیلی راحت من تونستم افزونه رو با حالت پرمیوم این اکانت بتونم بهش وصل بشم و اتصال پیدا کنم. روی یکی از این گزینه‌ها کلیک میکنم تا وصل بشه، خیلی سریع میبینید که وصل میشه و اینجا من آی پی آدرس رو سرچ میکنم. همونطور که میبینید باید آی پی آمریکا به من نشون بده، میبینید که نیویورک یونایتد استیت رو به من اینجا نشون میده. با این آی پی تو همینجا من لوکیشن خودم رو عوض میکنم، دوباره این پیج رو رفرش میکنم و میبینید که به من حساب هنسنس جرمنی رو نشون میده. هر کدوم از این لوکیشن ها شما میتونید روی این مرورگر داشته باشید. زمانهایی که شما نمیخواید به کل سیستمتون پروکسی بدید و وی پی ان داشته باشه، میتونید از کروم و اکستنشنش استفاده کنید و پروتکلایی که داره میتونید بیاید توی اکانتتون و از این طریق توی اپلیکیشن شما میتونید اینجا روی این چرخنده کلیک کنید و VPN پروتکل رو بزنید، اینجا تیکش رو بردارید، رو هر کدوم از این بتونید کلیک کنید و به سیستمتون اتصال پیدا کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. پیج من رو داشته باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.